یک منافقین است. در ظاهر خود را اسلامی نشان دادن، در باطن هیچ سوزش نه به دین داری، هیچ هدف برای کمک کردن یا گفتیم اسلام جامعه داری، هیچ عمل در تو دیده نمی شود به جز چند سفسطه ها و یا اینکه به جز چند کلماتی که از دهان می براید. پس عزیزان این گونه انسان ها را پیامبر این گونه زن ها را گفتند کاسیاتون عاریات، پوشیده ها هستند که در اصل برهنه هستند، که اینها در اصل ننگ هم هستند. یک زنی که با حجابش میرقصد، با حجابش، یعنی اینجا فرق ندارد تو عروس هستی یا مادر عروس هستی یا خواهر عروس هستی. آره در اسلام توی وجود دارد، زنها دایره میزدن، حتی زنها سرود میخوندن و در نزد جمهور علما مکروه باشد هم در توی اسلامی رقصیدن زنها جایز است، اما با شرط و شروط که مردها در آنجا نباشند. امروزه دوربین ها یا کامera ها در آنجا نباشد. و امروزه خواهرها با سطح چی میکنن؟ این همه عروسی که دارد با سطح در بین چند زن و مرد میرقصد یا با لباس های عروسی خیلی تنگ میبراید. من نمیدونم مقصد از سطر اینها چی هست؟ باز خود را خوشروتر کردن است، یا با همین سطرش این دامادی در نزدش بوده را فریب کرده است، یا با این کارش چی میخواهد؟ یکم دیگرگونی میخواهد. یعنی رقص کردن در بین مردم با سطر یا اشتراک کردن در مجلس های فساد مثل جایی که پر از موسیقی هست و سرود است، وقتی خواهران محجبه رو، خواهران با سطر رو میبینید انسان دیگر یک باره حیران میموند که مقصد از سطر این انسان چی است. وقتی تو سطر میکنی و گفتم گناهی آشکارا انجام میدهی، گناهی که همه میبینن خجالت هم ندارن، اکثریتشون رو میبینید یگان خجالت ندارن. این برعلاج خیلی گفتم از صفتهای منافقین است، از یک شرمندگی هست که حجابت به تو هیچ فایده نمیدهد در قیامت. برعکس بر علیه تو شهادت میدهد که مرا خوار و ذلیل کردین، مرا بسر کرد، خودش را مسلمان نشان داد اما در قلبش همش گناه بود، عملهایش هم علنی آشکارا گناه بود که یکی میرفت به کنسرت، یکی میرفت به رقصیدن، یکی میرفت به کارهای دیگر و دیگری که از یک حجابدار و از یک به حجاب هیچ فرق کرده نمی شود. اما زنی مسلمانی حجابدار باید با اخلاقش فرق کند عزیزان. حجابت را، قدر حجابت را با علمت، با اخلاقت، با صحبتت، با کمک کردن به اطرافیان، با مناسبتت به پدر و مادر، به شوهر، به فرزند نشان میدهی. حجابت را باید چگونه آن حجاب را بستی، تا چه اندازه صادق هستی در بستن حجابت، تا چه اندازه در این ظاهریه که تو گفتی من قبول کردم گفته ای الله را تو صادق هستی با عمل انجام میدهی. چگونه که با لا اله الا الله محمد رسول الله گفتن ما با عمل کردن نشان میدهیم که چگونه ما در این گفتمون صادق هستیم. وگرنه منافقان اطرافی پیامبر صلی الله علیه و سلم در مدینه هم کلمه شهادت میگفتند و همیشه اسبه اذیت پیامبر و صحابگان بودند. و این خواهران حجابدار رو هم وقتی که به عروسی میگیرن یا اینکه وقتی به یک خواهر الحمدلله او سطر دارد میگویم، حتما نگاه کنیم در سطرش صادق است یا نه. او برای دروغ و خودنمایی یا برای به خود جلب کردن معیلت و ممیلات، خیلی که پیامبر گفتن مردها و به خود خواستگار جمع کردن این حجاب را کرد، یا در حقیقت خالصانه به خاطر الله که من سطرم را هم انجام میدهم. بعد از این دیگر عملهایی که الله به من فرمودی از فرضهایت شروع کرده تا مستحباتت انجام میدیم، با عملهایش حجابش را و صادق بودنش در حجابش را به ما اثبات میکنه. پس نباید فقط فریفته حجاب شد و چه خیلی گفتم بدانیم که با حجابمون، با فقط همین لباس ما داخل جنت نمیشویم، با همین لباس ما احترام پیدا نمیکنیم، نه در دنیا نه در آخرت. آنی که در نزد الله احترام ندارد در نزد مردم هم شرمنده هست، اگرچه مردم به او چاپلوسی کنند. او در نزد مردم هم شرمنده است و بدبینیش در قلب مردم هست. فقط با حجاب اصلا نمیشه و رضایت الله را به دست آورد. عملهای تو هست، عملهای تو هست که خالصانه به خاطر الله انجام میدهی. خیلی گفتم با اخلاقت، با عملت قدر تو را همراه حجاب بالا میکند، وگرنه همین حجابمون همراه همون شرمنده‌وار ما را به دوزخ میکشاند.